دوستان، من سحر هستم، یه دختر شمالی اهل دیار گیلان. قرار از این به بعد بخشی از روزمرگی هام رو، جاهای دیدنی گیلان، بازارچه های سنتی و غذاهای خوشمزه‌اش رو براتون به اشتراک بذارم. امیدوارم لذت ببرید. اگه دوست داشتید کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم روشن کنید. با لایک و کامنت هاتون به بهتر شدن ویدیو هام به من کمک کنید. امروز میخوام ببرمتون به یک شنبه بازار خمام، یکی از شهرستان‌های استان گیلان. بریم با هم ببینیم.
نه سیب استخوانی 20 خیار 25 خیار خدا خدا سلام عزیز خدا بازار شده 20 Qadalım baxa bir təzə bir şey ver. Abırlı başlı bir şeyə sən Allah dedim də. Ha. جای دم بزیر خون آره جای دم بزیر نه 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 نه